خلاصه این 5 ارکان اسلام است. کسی که اگر این 5 ارکان اسلام را یگان رکنی از رکنها را اجرا نکند، 5 رکن را همگی اگر اجرا نکند، با اتفاق علمای کافر است. و این چون این رکن اعظم آن را که شهادت دادن به یگانگی الله سبحانه و تعالی که نیست معبودی بر حق جز الله تعالی است و شهادت دادن به رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اگر این را انکار کند هم با اتفاق علما کافر است. اما اختلاف اساساً در مسئله نماز است و این هم در مسئله آن شخصی که نماز را اقرار میکند که نماز از جانب الله سبحانه و تعالی فرض است ولی از جهت تنبلی نمیخواند. این در نزد علما اختلاف است که محدثین و امام احمد، امام بخاری و جمهور محدث ها کسی که نماز را سبوکی کرده نمیخواند کافر میشمارند و جمهور علما از فقها امام مالک و امام ابو حنیفه و امام شافعی و روایت از امام احمد یعنی که کافر نمیشمارند. لیکن فرضیت نماز را کسی اگر انکار کند با اتفاق علما کافر است. کسی گوید که نماز خواندن فرض نیست، نماز به مثلا به پیران سالان است، وقتی که مثلا به نفقه برآمدی بعد نماز میخوانی، یعنی نماز خواندن شرط و ضرور نیست، که با اجماع علما این کافر است. حتی اگر اعتقاد کند هم بگذار نماز گذارد، لیکن در قرارت قلبش اعتقاد کند که نماز فرض نیست، یعنی حتمی و ضروری نیست گفته اگر اعتقاد کند او کافر است. و در مسئله زکات هم اختلافی یعنی کمتر هست، چون حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آنهایی که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات را ندادند آنها را به قتل رسانیدند و خواستند که آنها را به قتل رسانند. حضرت عمر هم آمده گفتند که ای خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، چگونه شخصیت هایی را به قتل میرسانی که آنها به یگانگی الله تعالی شهادت میدهند و به رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان دارند، چگونه آنها را به قتل میرسانی؟ بعد حضرت ابوبکر رضی الله عنه به حضرت عمر گفتند که اجبار فی الجاهلیه و خوار فی الاسلام. ای عمر، در زمان جاهلیت جبار بودی، یعنی قهار و ظالم بودی، و در زمان اسلام ترسانچک هستی؟ واقعا حضرت ابوبکر در زمان جاهلیت هم یک شخص ملایم، یک شخص حلیم، یک شخص با آداب، یک شخص ملایم بودند، یعنی با کردارها و خصلت‌های حمیده بین مردم شهرت یافته بودند. حتی عرق ننوشیده بودند در زمانی که حال اسلام نبود، دروغ نگفته بودند. اما حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان ها را عذاب میدادند، اذیت میدادند، میزدند، بسیار ظالم بودند در ابتدای اسلام. و یک شخصی مقصد سختگیر و شخصی دغل بودند و برخلاف حضرت ابوبکر هر سخنی که در نزد رسول الله یا انسان یگان گناهی را میکرد، حتی به بعضی گناهایی که نه آنقدر کلان، حضرت عمر آماده بودند که سر او را از تنش جدا کنند. یا رسول الله اجازه دهید که سرش را از تنش جدا کنم، میگفت. فقط قتل بود در سخنهایش. امروز که اکنون حضرت ابوبکر خلیفه شدند و حکم قتل دادند به آنهایی که زکات را منع کردند، ما گفتند زکات نمیدهیم، حضرت عمر خلاف برآمدند. بعد گفتند که حضرت ابوبکر گفتند که ها عمر، در زمان جاهلیت اینقدر جبار بودی و امروز ترسانچک شدی. بعد حضرت عمر هم به سخن ابوبکر مایل گشتند و گفتند که دل من به قول ابوبکر بعد کشاده شد و مطمئن و آرام شد. گفتند این را اختلاف یکی از سبب‌های شد که بعضی علما مانع زکات را هم کافر گفتند، لیکن جمهوری
علما حتی جمهور محدث ها هم آن کسی که فرضیت زکات را انکار نمی کند ولی زکات را نمی دهد آن را کافر نمی شماریدند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان آخذوها و شطر ماله، کسی که زکات را نمی دهد ما زکات را می گیریم و نصف مالش را هم می گیریم. 2.5 فایز زکات دهد باید انسان، که در کتاب زکات انشاءالله به تفصیل تر می آید. و این حدیث را ما در شرح 40 حدیث در تقریبا 5 ساعت شرح داده هستیم. هر یک رکن را علاهیده. مانع زکات، آنها بعضی علما رحمت الله علیه گفتند که آنها نه فقط زکات را ندادند بلکه فرضیت زکات را انکار کردند. گفتند که ما آن شخصی که امر شدیم که به آن زکات را دهیم آن وفات کرد. گفتند یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خذ من اموالهم، الله تعالی گفت که از مال ثروتمندان مسلمان ها بگیر و آن رو به کمبغل ها باید پیامبر صلی الله علیه و سلم به 8 جایی که الله تعالی معین کرد تقسیم کنند. آن شخصیتی که ما وظیفه دار هستیم که زکات را به آن شخص دهیم آن شخص وفات کرد، بنابراین ما به تو زکات نمیدهیم. گفتند یعنی آنها فرضیت زکات را انکار کردند. بنابراین حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفتند که و انها لقرینتها فی کتاب الله، و البته زکات همسایه نماز است در کتاب الله تعالی، یعنی در قرآن. در 82 موضع الله تعالی زکات را همسایه نماز قرار داده است. و من گفتند سری آن شخصی که بین زکات و نماز جدایی می اندازد سرش را از تنش جدا می کنم. گفتند و همه آنهایی که این کار زکات کردن آنها را به قتل رساندند. بنابراین علما رحمت الله علیه گفتند که آنهایی که حضرت ابوبکر آنها را به قتل رسانیدند آنها شخصیت هایی بودند که فرضیت زکات را انکار کردند. یعنی کسی که اگر فرضیت زکات را انکار کند با اجماع علما و کافر است. گفت که زکات فرض نیست، زکات فرض نیست. گفت اگر با زبانش گوید یا با دلش هم اگر اقرار کند او کافر است. همین گونه حج را کسی اگر گوید که حج فرض نیست، حج همین دیار خودت را آباد میکنی، یک پول بنیاد میکنی، یک مکتب بنیاد میکنی، گوید مثلا حج کردن شرط نیست، کافر است. یا اگر گوید که ماه مبارک رمضان روزه گرفتنش فرض نیست، تو باید اهل و عائله خود را تامین کنی، روزه نداری، روزه فرض نیست، او هم کافر میشد. فرضیت روزه، فرضیت یکی از رکنهای اسلام را و این چنین دیگر امرهایی که الله تعالی امر کرده است اگر کسی که انکار میکند او کافر میشود.